ایلهام جان مثل صدها مهاجر کاری دیگر 10 روز پیش به سرحد آمد و اینجا درماند. او با ازبکستانی های دیگر لباسهایش را جمع کرد و با ماشین راهسوی خانه گرفت، اما او را پیش آمدی ناخوبه منتظر بود. اینجا مرز بسته است. مهلت اعتباری حجت‌هایش هم تمام شده است، میگوید ایلهام جان. هوا روز به روز سرد می شود. زمستان در پیش است. پولمان تمام شد. در ولایت استراخان آدمان خوبی هستند. کسی نان می آورد، کسی دیگر تخم می دهد. اینجا کولی هست که ماهی می داریم. بریان می کنیم. اینجا زنها هم هستند. مغفرت باری سوم است به نزد مرز می آید، اما هر بار کارش آمد نمی کند چون سرحد بسته است. او به ازبکستان بوز می برد و پرورش می کند. در خانه 3 نبیره نیمه یتیم و بی پدر او را انتظارند. هر روز به من زنگ میزنند. نبیره‌ام میپرسد که بیبی جان چی کار میکنید؟ میگوید بوزها رو پرتو با هواپیما بیا. من گفتم بچه جان 2-3 روز دیگر تا یک شنبه انتظار باش. اگر نشود بعد نمیدونم با بوزها چی کار کنم. آدمان در ماشین و بیرون خواب میکنند. در این کل شستشو میکنند. بسیاری ها با کودکان خردسال اینجا آمدند. بعضی کودکان و مادرانشان را ساکنان دهات اطراف در خانه های خود جا دادند. کسانی که از نزد مرز آمدند به ما گفتند که مرز گشوده است. به همه نوارهای را فرستادند که در آن من با چشمان خودم دیدم که 15 ماشین را از ولایت استراخان اجازه دادند که گذرد. همه این مردم بعدی تماشای نواره در یوتوب که در آن گفته میشد راه زمینی در مرز گشوده است به اینجا آمدند. اما این خبر چندان درست نبود، چون مرز با قزاقستان تنها برای یک گروه خاص باز است. آنهایی که از قلمرو قزاقستان گذشته به دیگر کشور رفتنی هستند اجازه عبور مرز را ندارند. در این باره در وبسایت سفارت قزاقستان هم گفته شده است. کدام شهروندان خارجی می تواند به قزاقستان وارد شود؟ تنها با شناسنامه خارجی از جمله نابالغان، آنهایی که حق اقامت قزاقستان و یا در کشور خویشاوند نزدیک دارند، آدمانی که برای دفن نزدیکان خود سفر می کنند. حالا مهاجران به کمک حکومت ازبکستان امید دارند. میخواهند در مرز برای آنها دالان باز کنند، اما نه سفارت و نه از حکومت واکنش نیست.